سلام استادای عزیز، فرهیختگان و فرزانگان گرامی. موضوعی که به من مربوط میشه طبعا دوستای دیگه هم به ارتباط فرمایشات داشتن که با در نظر داشت و وقت پرداختن به این مسئله خیلی مشکل هست. خب به همه حال چون وقت کم هست و ما ناگزیریم با در نظر داشته اینمی چند دقیقی که برای ما اختصاص یافته، ما کوشش خواهد کردم که یک جسته اشاراتی داشته باشم و پرداختن به شکل مفصل به این مسئله طبعا ساعتها وقت میخواهد و مقالات و کتابها. به هر صورت دوستا، ما تشکر میکنم از وزارت دولت در امور صلح که چنین یک برنامه بسیار خوبی را راه اندازی کردند و تشکر میکنم از استادایی که تا هنوز سخنرانی کردند و من شخصا خیلی استفاده بردم. به فکر میکنم همه موافق هستند که جنگ و صلح و منازعه همزاد بشر است. از روزی که انسان در جهان پدید آمده و جوامع انسانی تشکیل شده تا امروز ما شاهد منازعه هستیم و شاهد صلح و جنگ هستیم. از آنجایی که صلح و جنگ من حیث یک واقعیت جامعه انسانی در طول تاریخ وجود داشته، بناهن صلح و جنگ موضوع و جانمایه آفریده های ادبی و هنری بوده. ادبیات ازبکی هم مثل ادبیات دیگر زبانهای دنیا از گذشته های تاریخ تا امروز به این مسئله پرداخته. ما زمانی که ادبیات مکتوب نداشتیم، اساطیر داشتیم، افسانه ها داشتیم و ادبیات شفاهی در گذشته ها داشتیم و او ادبیات بعدها مکتوب شده و امروز به شکل کتاب ها در آمده. در اونجا هم ما جای پای و نشانه هایی از جنگ و صلح را میبینیم. ما جنگنامه ها داریم. در ادبیات کهن و کلاسیک ازبکی و دیگر ادبیات های اقوام ترکی ما خیلی از این کتاب ها را امروز در دست داریم و بخشی از گنجینه ادبیات اقوام است. اوغوزنامه، قرقرطاته یا دده قرقوت، منس، اینا از امو افسانه های نخستین اقوام هستند که بعدها حالا ما به شکل مکتوب و کتاب در دست داریم. بعدها در زمانی که ادبیات ما مکتوب میشه و نخستین سنگ نوشته هایی که در مغولستان و کتیبه های دیگری که در اطراف اونجا و دیگر جاها به دست میآید و اونا خوانده میشه که مهمترینش اونمو سنگ نوشته های ارخون ینیسی هست. اونجا هم حکایات و روایاتی از شاهان و خاقانهای او زمان هست و در اونجا هم ما جای پای جنگ و صلح را میبینیم. خب از گذشته ها بگذاریم و موضوع بحث ما و صحبت ما جایگاه صلح در ادبیات معاصر ازبکی هست و ما میخواهیم این بخش کوتاه صحبت با یک بیت امیر علی شیر نوایی آغاز کنم. نوایی میگه: عالم اهل بلینگز کم ایش ایمس دشمنلغ یارولین بر برینگزگه که ایرور یارلغش. ترجمه فارسی شیریش یه میشه: دشمنی کار پسندیده نباشد به جهان،
دوستی کن که نکوتر نبود کاری از آن. طبعا دوستی و دشمنی در معنا اونمو مترادف و معادل صلح و جنگ است. دوستا وقتا بسیار وقت کم است و ما فرصت اندک داریم. ما یادداشت‌های زیادی داشتم، نمیتونم به او بپردازم از نمونه های از شعر معاصر ازبکی که دو مسائل صلح و جنگ پرداخته شده. فقط کوتاه یکی دو بیت از روانشاد استاد محمد امین متین اندخویی میخوانم و ترجمه میکنم و با یک اکتفا میکنم. زندیات استاد متین در جایی در یک ربایی میگه: tinchlikni g'anim urush bilan buzguchidir. El birligini ildizidan uzguchidir. Qizg'in kurashib xalqaro vahdat yarating, kim solh saodatli zamon tuzguchidir. خب در اینجا استاد میگه که دشمن یا اونمو غنیم که در پشتو غلیم میگن، صلح را برهم میزند و به اتحاد مردم صدمه میرساند و مردم را دعوت میکند به اتحاد و همبستگی که شما اتحاد و همبستگی داشته باشید و صلح کنید و این صلح است که سعادت بار بیارد. همین گونه استاد به یک واقعه اشاره میکند، به یک حادثه در ولسوالی اندخوی که اونجا یک منطقه هست به نام قرغان و در اونجا در گذشته ها دو فکر میکنم سال 1367 هست که اونجا شعر اونجا نوشته شده. استاد به او جنگ اشاره میکنه و میگه: مردم اروش بر اوق آتگی، بسمل کب قاونگه بیالب یادگی، قرغانده برو گر کوزگه قنس غبار، قرغانده برو گر کوزگه قنس غبار، کابلده تکن کبه دلمگه بادگی. یعنی استاد این شعر در کابل می سراید، در کابل بوده و از او حادثه خبر شده، حادثه ای که در قرغان بین مردم جنگ شده. میگه من خبر شدم که در بین مردم در قرغان جنگ شده و مردم مانند بسمل در خون می تپه. این وضعیت بخی در نیم دقیقه من خلاص میکنم چی نداشته بودی. میگه اگر در قرغان میگه در چشم مردم غبار بیفته، در کابل میگه ای به شکل خار به دل من میخله. از توجهتون تشکر.